نام خدا، حدیث سیدی هستم. فارغ التحصیل مقطع دکترای ریاضیات محض از دانشگاه تربیت مسترس از تیم آموزشی دانشگاهی نو. درباره درس توابع مختلط میخوایم با هم صحبت کنیم. این دوره شامل 8 فصل هستش. قبل از اون راجع به این صحبت کنیم که درس توابع مختلط درسی هست که ریاضیات رو روی دنیای اعداد مختلط بررسی میکنه و کاربردهای زیادی در هندسه جبری، نظریه اعداد و ترکیبیات تحلیلی داره. همچنین در ریاضیات کاربردی و در فیزیک در بخش‌های مانند هیدرودینامیک، ترمودینامیک و مکانیک کوانتوم میشه از این بحث استفاده کرد. در این مجموعه ما تمام سرفصل‌های تعیین شده وزارت علوم رو پوشش دادیم و از کتاب توابع مختلط چرچیل استفاده کردیم. از هیچ مبحثی هم بدون مثال عبور نکردیم. ما 8 فصل رو تو این دوره داشتیم، عبارتند از فصل 1 اعداد مختلط و مفاهیم توپولوژی که در این فصل ما به معرفی اعداد مختلط و همه اعمالی که میتونیم توی این فضا انجام بدیم پرداختیم. در فصل 2 توابع تحلیلی رو تعریف کردیم، نگاشت رو مطرح کردیم، معادلات کوشی-ریمان رو مطرح کردیم و از اونها استفاده کردیم برای به دست آوردن توابع همساز جدید. همچنین توابع همساز رو تعریف کردیم. در فصل 3 تعدادی از توابع مقدماتی معروف رو مثل توابع مثلثاتی، توابع لگاریتمی، توابع نمایی رو در فضای اعداد مختلط بررسی کردیم و برای اونها مثالایی آوردیم. در فصل 4 به حد، مشتق و انتگرال روی توابع مختلط تمرکز کردیم. همچنین فرمول کوشی و کاربردهای اون رو در محاسبه انتگرال مورد نظر قرار دادیم. در فصل 5 راجع به سری‌ها و قضیه ماکسیموم صحبت کردیم. بست تیلور رو برای توابع مختلط آوردیم. همچنین سری مکلورین، سری لوران و چند تا از چند تا از توابع معروفمون رو، بست‌های تیلورشون رو به دست آوردیم و طریقه به دست آوردن بست تیلور تابع‌های جدید رو هم با استفاده از مثال‌هایی این روش رو توضیح دادیم که چطوری میتونیم از سری‌های قبلی سری‌های جدید برای توابع جدید بسازیم. در فصل 6 تکین‌ها رو تعریف کردیم، مانده‌ها و قطب‌ها و البته استفاده از این مانده‌ها بر محاسبه انتگرال‌های توابع مختلط که روشی بسیار جالب هستش. در فصل 7 راجع به صفرها و قضیه روشه صحبت کردیم و از کاربرد قضیه روشه در مباحث و در مثال‌هامون استفاده کردیم. همچنین راجع به صفرها هم در این فصل و مانده ها هم در این فصل صحبت شد. در فصل 8 راجع به تبدیلات دو خطی و نگاشت همدیس صحبت کردیم. تبدیل خطی رو تعریف کردیم، تبدیل دو خطی، صورت ضمنی برای تبدیل دو خطی آوردیم که باعث میشه که باهاش بتونیم هر تبدیل دو خطی رو معادلش رو به دست بیاریم. نگاشت نیم صفحه بالایی تعریف کردیم، از اون مثالی آوردیم. نگاشت همدیس و قضیه نگاشت همدیس رو بیان کردیم که با استفاده از قضیه نگاشت همدیس ما میتونیم توابع همساز جدیدی برای توابع جدیدمون به دست بیاریم. همچنین میتونم بگم در حالت کلی ما هر جلسه رو با نظم خاصی جلو بردیم که توی این جدول راجبش توضیح میدیم. ما تو هر جلسه اول تعاریف و مفاهیم اصلی رو آوردیم، بعد برای این تعاریف و مفاهیم اصلی مثالی آوردیم که مثالی برگرفته از اطلاعات قبلی دانشجو سعی شده که باشه. بعد به قضیه اصلی اون مبحث پرداختیم، مثالی برای قضیه اصلی آوردیم و در نهایت به هدف اصلیمون نزدیک شدیم که همانا کاربرد این قضیه در حل مسائل ماست که این کاربرد رو ما با چند مثال کاربردی سعی کردیم به دانشجو تفهیم کنیم. در پایان هر درسنامه ما تمارین منتخبی از کتاب چرچیل آوردیم. همچنین مثال‌هایی که در تمام این درسنامه استفاده شده تمارین و مثال‌های کتاب چرچیل هستش که کتاب توابع مختلط
چرچیل میتونم بگم جامع ترین کتاب درباره توابع مختلط هست و چه زبان اصلیش و چه فارسیش PDFش تو اینترنت موجوده و تقریبا همه کتابخونه‌های ریاضی دانشگاه‌ها این کتاب رو دارن. از توجه و بردباری شما متشکرم.